با سلام، من نیما باقری هستم و شما دارین GT چنل رو می‌بینید. BMW 2005 سری 3 هستش با بدنه E46 که موتور 4 سیلندر 1998 سی سی. این اتومبیل میتونه 129 اسب بخار نیرو تولید بکنه که در دور 5750 قابل دسترس است. همینطور گشتاور این اتومبیل 180 نیوتن متر هستش که در دور 3250 قابل دسترس است. داخل BMW 318 هستیم. این اتومبیل از نظر امنیت دارای 6 تا ایربگ هستش که ایربگ ها در کنار در، جلو، راننده، پسنجر و مسافر میشن. دنده این اتومبیل به صورت تیپترونیک هستش که در واقع به صورت اتوماتیک چنج میشه. سیستم ترمز این اتومبیل دارای ABS و سیستم DSC هستش که در واقع به شما کمک میکنه که در سر پیچ ها بتونین مدیریت بهتری بکنین روی این اتومبیل.